اگر کل تاریخ را نگاه کنیم، ایران امپراتوری بوده که هیچ جوره نمیتونستی اون از بین ببری. شما اگر همسایه های این امپراتوری رو نگاه کنی، همیشه دوست داشتن اینجا رو فتح کنن و اینجا رو از بین ببرند، مانند یونانی ها امپراتوری روم و بیزانت و در آخر امپراتوری عثمانی که دوست داشتن امپراتوری ایران رو از بین ببرند و اونجا رو فتح کنن. وقت بدن امپراتوری روم که اون خواست وارد آسیا بشه و کل آسیا رو تصرف کنه و مانع که به نام ایران سر راه او و نمیذاش او به راحتی وارد آسیا بشه. و باید بدونید که از طولانی‌ترین جنگ‌ها همین جنگ ایران و رومیان بوده که فکر می‌کنین چند سال تعارض داشت؟ 10 سال، 20 سال، 30 سال؟ نه، این جنگ حدود 770 سال ادامه داشت. درسته، 770 سال. شروع جنگ از اینجایی بود که امپراتور روم به امپراتور آن زمان سلوکیان نامه میزنه و بهشون میگه که من میخوام وارد آسیا شم، شما چطور جرأت میکنید مانع من بشین و جلوی من رو بگیرید؟ و امپراتور ایران هم به امپراتور روم نامه میزنه نه، اون مکانهایی که شما تصرف کردید در زمان ما و امپراتور ایران است و قدرتمندترین و ثروتمندترین مرد اون زمان روم یعنی کراسوس یک ارتش به اندازه 43,000 سرباز آماده میکنه و به ایران حمله میکنه. اونجا اولین نبردشون آغاز میشه که با درایت و قدرت سپهبد سودنا که ویدیوی ما در واسطه با سورنا نیست و شاید ویدیوی دیگه در مورد این سپهبد بزرگ بسازم. کل ارتش روم و نابود میکنه و همینطور کراسوس رو هم میکشه. و امپراتور بعدی روم یعنی تراژان دوباره سعی میکنه از قسمت ارمنستان که بین مرزی بین روم و ایران بود به روم نفوذ کنه و وارد اونجا شه و دقیقا همون زمان بود که سلوکیان داشت سقوط میکرد. و بعدش سقوط سلوکیان امپراتور ساسانیان بر تخت نشست و همینطور تراژان هم در یکی از همون جنگ ها کشته شد و جای اون هادریان به تخت نشست. بعد تراژان گفتیم هادریان یعنی بعد تراژان که هادریان به تخت یعنی 30-40 سال این وسط تفاوت است. مثلا این وسط صلح‌هایی میشد 20 سال میشه، ولی در این سالها یک کشور دوباره وارد جنگ میشه تا جنگ